خطرهایی که میتواند آینده کشور ما و ارزش‌های ملی ما را در خطر بگذارد و میتواند حتی به نابودی کشور ما و شما بیاید برساند. و میخوام راجع به این 4 خطری که از دیدگاه شخصی من میتواند خطری را احیا کند که تاجیکستان و مردمش در یک زیلق قرار بگیرند صحبت خواهم کرد. البته هر یک کشور برای پیشگیری از هر خطری که برای استقلال اون کشور تهدید میکند چاره بینی میکند، میاندیشد، فکر میکند و سر راه این را میگیرد. اما در تاجیکستان متاسفانه این چیز برعکس است. ما میبینیم که برای از بین بردن و احیا کردن و این ساختن این مشکلات ها که برای از بین روی تاجیکستان مهیا میکند بیشتر میشود و حکومت خودکامه رحمانوف همیشه تلاش و کوشش میکند که چون این خطرها هر روز بیشتر شود و ما این را میبینیم. دوستان عزیز، من میگذارم به قضیه اصلی که موجود است. دوستان عزیز، ما میبینیم که طول چند سال اخیر در داخل وطن ما و شما بسیار مشکلات بزرگی موجود است. علل خصوص هر یک منطقه را حکومت رحمانوف با طرز خاص خودش وارد آن شد و اونها را چکار کرد؟ چنان ظلم کرد که بدبینی نسبت حاکمیت و نسبت استقلال تاجیکستان به میان آمد. شما ببینید رشت و بدخشان و هزارها منطقه خراسان و دیگر مناطقی که حکومت رحمانوف به مردم ظلم کرد و مردم در آن منطقه زیر تهدید قرار گرفتند و همین گونه تهدیدها در گذشته نشان داد که یک مناطق کشور چکار میکند؟ کوشش و تلاش میکند که از همین خیل حاکمیت جدا شود و به هر یک حاکمیتی که و هر یک سرزمین دیگه که از دیگر مناطق میآید با اون بپیوندد. و نمونه بدخشان در دوران امارت بخارا دقیق است که وقتی که ظلم امارت بخارا زیاد شده بود و مردم بدخشان به یک نامه به حکومت روسیه مراجعت کردند و اون زمان به حکومت روسیه پیوستند. دوستان عزیز، این قضیه الکی در تاجیکستان بازم دوباره به میان آمد. ما دیدیم که در غرب چیکار کردن، در خراسان چیکار کردن، در بدخشان سال 2012 چه کردن و امروز حکومت رحمانوف در بدخشان بدون یگان اندیشه تمام تلاش ها را میکند که به مردم اونجا ظلم کند. وقتی که مردم بیشتر ظلم میشن، بدبینی نسبت حاکمیت پیدا میشود و مردم به آماده هستند که از همین خیل استقلال در دست بکشند و یک کم یک عدالت در یک مناطق دیگر وجود داشته باشد با او بپیوندند. حالا فرق نمی کند که این عدالت و در قرقیز ها باشد، این عدالت در طالب ها باشد، این عدالت در چین باشد، این عدالت در روسیه باشد و هر کشوری که باشد، اینها تلاش میکنند که زیر استقلال اون کشورها برن و از سر این ظلمی که در مناطق هست رها بیاوند. از این دیدگاه من فکر میکنم که ما و شما باید تمام تلاش ها را بکنیم که به مردم بفهمانیم که استقلالی که ما داریم یک از ارزش های مهمی مردم تاجیکستان است و ما به تمام تلاش هایی که داریم این را باید دستگیری کنیم و بقپیم با دندان های خودمون و نگذاریم که این پراکنده شد. اگر هر لحظه ای که یک مناطق این پراکنده شد، دانسته بگیرید که مناطق دیگرش هم پراکنده می شود. و من خواهش میکنم که ما مردم تاجیکستان در چنین روزهای سخت در قطار در بری هر یک برادری که در اون منطقه ظلم رفته شده است ایستاد باشیم و نشان بدیم که اون منطقه تنها نیست و ما در کنار او هستیم. اگر مناطق کشور فهمیدن که مردم تاجیکستان با تمام هستی با این مردم هستند و این تنها یک اولاد است که ظلم میکند، در اون صورت شاید میتواند برای نابودی این حاکمیت، یعنی به حکومت دیکتاتوری رحمانوف ایستادگی کند و ظلم از بین ببرد و همین استقلالی که در داخل داریم ایرا چکار کنیم نگه داریم و در غیر صورت میتواند چکار کند استقلال از بین برده شود. خطر دوم این خطری است که ما و شما میبینیم در مرز قرقیزستان. قرقیزستان علاقه چندین هواپیماهای به سرنشین از ترکیه خرید و علاقه در هفته گذشته به نام به اصطلاح ماشین های تیگر، یعنی زیاده از 50 ماشین تیگر به سرزمین مرزی که با تاجیکستان مرز است با اینجا روان کرد و تمام آمادگیش را میگیرد برای یک حمله بزرگ به اون سرزمین، به اون منطقه‌ای که اونا فکر میکنن از خود اوناست. اگر ما
از دیدگاه قرقیزها نظر کنیم که کدام منطقه رو اونها از خود میدونن، اونها نه تنها چارکوه و واروخ اونجا را، بلکه اونها مرغاب هم منطقه خود میشمارن. از این دیدگاه اونها میتوانند مرغاب، جرگتال و این طریق واروخ و چارکوه و این مناطق کلا چکار کنن، زیر دست خود بگیرن. حکومت رحمانوف برای پیشگیری از این خطر هیچ کاری را نمی کند. مثلا ببینید ساختمان هایی که در سال گذشته از جانب قرقیزها حمله صورت گرفت و آتش گرفتن، تا حال همین ساختمان ها این طول یک سال می شود تا حال کار نکردن، ساخته نشدن دوباره. و حکومت رحمان برای برقرار کردن خانه های مردم، سرزمین مردم و ضررهایی که مردم دیدن هیچ کوشش نمیکنند. برعکس کسانی که در اونجا بودن بیشتری از آنها مورد تهدید قرار گرفتن و چندش هم بودن زندان کرده شدن. کسانی که سر و صدا بلند کردن، کسانی که خواستن خانه های اونها ساخته شود، ضررهای اونها پرداخت کرده بشود. و این گونه به اهمیتی و این گونه تهدیدها از طرف حکومت تاجیکستان باعث میگردد که همون مناطق سر مرزی که از ما هست اونها میتواند میل پیدا کنند پیوستن به دیگه حکومت را. حکومت قرقیزستان هم همین را میخواهد که چکار کند، تمامی تلاشش را میکند که مردم اونجا از حکومت رحمان رو بیزاری بجویند و با ما نزدیک شوند و هر زمانی که ما حمله کردیم با ما مشکلات ایجاد نکنند. این مردم است که میتواند سر راه چنین یک حملات بگیرد و از این دیدگاه حکومت رحمان رو برای پیشگیری این خطر کاری را انجام نمیدهد. و در روند برنامه میتوانیم بیشتر با برادرانی که میخواهند پیوست شوند راجع این موضوع صحبت کنیم. اما این حال من میخوام راجع این قضیه کوتاه‌تر صحبت کنم و بعدا مفصل‌تر میگردیم، بعدا با صحبت میکنیم و نوارها و یا اینکه معلوماتی که موجود است اونها رو به سمت شما میرسونیم. دوستان عزیز، خطر دیگر این چین است. دوستان عزیز، از سال 2012 وقتی که قرض ما بیشتر شد و شما میدونید که چین یک هدف خیلی بزرگی دارد. هدف چین کلا وارد نظامی شدن به یک کشور نیست. هیچ وقت چین از طریق نظامی وارد یک کشور نمی شود و چین همیشه تلاش و کوشش میکند که تمام منابعهای زمینی که در اون کشورها موجود است، راههای اقتصادی که در اون کشور موجود است، اونها را ضبط کرده بگیرد و از این طریق اون حاکمیت اون کشور را وابسته خود کند و اون استقلال کشور را تحت نظارت خودش بدارد. شما میبینید امروز بیشتری از اقتصادهای کشورهای آسیای مرکزی به چین وابستگی خیلی سخت دارند و حتی افریقایی هم که امروز متاسفانه کلا تمامی منابع زمینیشان در دست چین هست و چین بدون چین هیچ کاری انجام دادن نمیتونن. و همین طریق تاجیکستان ما و شما هم بسیاری مناطقش علاقه بیشتر منابعهای زمینیش علاقه دست چین قرار گرفتن و اون کانیتیلایی که در نزدیکترین کمی قبلتر به چین داده بودن تا یک شرطنامه و زمین رو که برای 50 سال به چین فروختن و دههای دیگر نمونه‌های مثالی که موجود است و اون بخش نظامی که در کوههای بدخشان ساخته شد و دهها چیزهای دیگری که امروز چین تلاش میکند با تمام توانایی‌هایی که دارد، پول قرض میدهد، همه کارها را میکند، این منافع ملی ما را در خطر میگذارد و این کارهای چین میتواند تهدید به اون کند که آینده این استقلال ما و شما از دست میرود و هر حکومتی که به میان میآید باید زیر تابع چین باشد و چین هر کاری را که در داخل وطن ما و شما میخواد انجام میدهد، هر منابعی را میخواد از دست ما میگیرد و هر سرزمینی را که میخواد سرزمین خودش میکند و ما و شما یک کشوری که 9 میلیون اهالی داریم نه توانایی ایستادگی در مقابل یک حکومت چین رو با این قدر اهالی و با اقتصاد بزرگی که موجود است توانایی ایستادگی را نخواهیم داشت و این خطرها میتواند ما و شما را تهدید بزرگ کند. دوستان عزیز، خطر دیگر این خطر روسیه است که روسیه یک برنامه خیلی بزرگی در تاجیکستان و در کشورهای آسیای مرکزی دارد و همین حمله روسیه به اوکراین یکی از خیلی هدفهای مشخص کرمل برای مردم تاجیکستان باید واضح و روشن کرد و نشان هم داد که روسیه واقعا
در پی تلاش احیا کردن همون کشور شوروی هست و تلاش میکند که تمام سرزمین هایی که در اون مناطق بودن در شوروی بودن سرزمین خود بشمارد و اون سرزمین را دوباره بر بگرداند. حالا ببینید دوستان عزیز، مگر روسیه میخواهد که در تاجیکستان یک کشور دموکراتیک در عین حال موجود باشد و کشور تاجیکستان و مردم تاجیکستان در بهترین حالت زندگی کنند و توانایی اقتصادیشان از روسیه بیشتر باشد و کوشش کنند مستقلانه زندگی کنند؟ البته روسیه این چیز را نمیخواهد. برای روسیه، برای منافع ملی روسیه این واقعا ضررآور است و روسیه اگر دنبال چنین یک هدفی می بود هیچ وقت یک حاکمیت را در تاجیکستان طول 30 سال نگاه نمی داشت. ما و شما میدونیم که حکومت رحمانوف طول 30 سال می شود در سر حاکمیت ما و شما قرار دارد و یگان جای حمل و نقلش نیست و هیچ جای پنهانیش هم نیست که رحمانوف دستفشرده آنهاست و هر چیزی که آنها میخواهند رحمانوف اون رو انجام میدهد. حالا ببینید روسیه به اوکراین حمله کرد و تلاش کرد که دوباره اون سرزمین را به طور سرزمینی که به گفت خودش موجودن یعنی غیر نظامی کند و اون را بسپارد به دست مردم خودش، در حالی که حکومت روسیه حکومت اوکراین یک حکومت مردمی بود. وقتی که وارد اون شد در مقابل مردم اوکراین قرار گرفت. وقتی که حکومت مردمی هست در مقابل اون مردم تو قرار میگیره وقتی که وارد اون کشور میشه. از این دیدگاه حکومت روسیه در تاجیکستان چون یک کاری را نمیخواهد که آینده اگر حمله صورت گرفت، اگر حکومت تاجیکستان هم تصمیم گرفت که وارد اون برنامه‌ای که حکومت روسیه میخواهد انجام بدهد وارد اون شود، مردم ایستادگی کنند. چون این یک مردم برای حکومت‌های بزرگ، برای حکومت‌هایی که هدف بزرگ دارن نیاز نیست، چون اونها چون این یک انسان‌ها و مردم بیدار رو نمیخوان. هرگز برای اونها مردم بیدار نیاز نیست، حکومت مستقل نیاز نیست. برای اونها همون دستگذاشته خودشان، همون کسی نیاز است که هر لحظه خاص با اونها وارد شود. از این دیدگاه ببینید همین ظلمی که اخیر در بدخشان صورت گرفت، آیا فکر میکنید که حکومت رحمانوف خودش یک بار رفت همین کار را در اونجا انجام داد؟ البته که نه. حکومت رحمانوف اگر هر کار میکند با همون کسانی که ایرا دستگیری میکنند با اونها مشورت میکند. یکی از کسانی که اون میتواند مشورت کند 100% که این حکومت روسیه هست و بدون مشورت این روسیه هیچ قدم ایرا پیش نمیگیرد. حالا با مشورت سرپرستان خود چیکار کرد؟ به بدخشان سال 2012 حمله کرد. با سرپرستان خود امسال هم دارد چیکار میکند؟ بالای مردم ظلم میکند. حالا ما فکر کنید، شاید شما بگید که ما حرفای منطقی نیست و چون این یک چیز نمیتواند که یک کشور، خب ببینیم روسیه هدف ندارد که تاجیکستان یا حکومت تاجیکستان مردمش را ظلم کند و مردم بدخشان مورد ظلم قرار بگیرند. این در هدف آنها نیست. ببینید دوستان، اگر که مردم بدخشان از حاکمیت راضی باشند، کل مردم تاجیکستان از حاکمیتی که امروز است راضی باشند و طرفدار اون باشند و یک حکومت مردمی داشته باشیم، آیا حکومت روسیه میتواند به هر بهانه‌ای وارد تاجیکستان شود و مردم را اشکار کند از اونجا رها بیاورد، چی کند، نجات بدهد؟ یا اینکه بگذار که مثلا بگیم که ما یک حکومت مردمی داریم و مردمی ما آزاداندیش است. اگر حکومت ما دستگذاشته ای مثلا روسیه باشد یا هر کشور دیگه ای باشد، اگر بخواهد با اون بپیوندد، آیا مردم را اجازه خواهند داد؟ وقتی که مردم بیدارن، هوشیارن، میفهمن، تفکر دارن، آیا این کار ممکن است؟ البته هیچ وقت ممکن نیست. از این دیدگاه تمام ظلم هایی که موجود است در تاجیکستان با مشورت دیگران انجام داده میشه. رحمانوف در عقلش، در فکرش نمی اومد که اینها مرا برای چی اجازه دادن که برم در سرزمین بدخشان و مردم ظلم کنم. چون اینها اجازه دادن که برم در سرزمین بدخشان به مردم ظلم کنه رحمانوف و از این طریق مردم بدخشان چیکار کنن؟ بدترین حالت به این حکومت چیکار کنن؟ بدبینی پیدا کنن و از این طریق مراجعت کنن با مثل که در گذشته بود با حکومت روسیه که بیایید ما رو از این ظلم رها کنید. و حکومت رحمانوف، حکومت روسیه همچون یک نجات دهنده ای سیاره و که نجات دهنده ای مردم وارد این سرزمین می شود و چیکار میکنن؟ مردم رو آزاد میکنن و استقلالیت ما همین طریق
از بین می رود. دوستان عزیز، ما در همین موضوع صحبت میکنیم. یک برادر ما پیوست شدن و دیگه برادرانی که میخواهند راجع همین 4 نقطه‌ای که من ذکر کردم فکر نظرشون رو بیان کنن، وارد شوند در استودیو ما. میتونیم شما رو پیوست کنیم. برادر ما خارج شدن، میتونن دوباره پیوست شوند. من شما رو پیوست میکنم. وارد همین موضوعی که من حرف زدم، همین 4 نقطه‌ای را که ذکر کردم، اگر فکر نظری دارید شما میتونید بدون صحبت کنید. اگر فکر نظری دیگری دارید، فکر میکنید که من در کجا اشتباه میکنم و حرف من نادرست است، شما میتونید او را اصلاح کنید. خب دوستان عزیز، ببینید، الکی چند روز میشود جنگ در اوکراین رفته ایستاده است و مردم اوکراین با تمام توانایی ایستادگی دارند. اوکراین به هیچ وجه و مردم اوکراین به هیچ وجه نمیخواهد که زیر تاثیر هر کشور دیگری قرار بگیرد و یا اینکه وارد هر اتحادیه که به منافع ملیش نیست وارد اون شود. نمونه مثالش همین تظاهرات هایی که در روزهای اخیر انجام شد. مثلا در شهرهایی که در اونجا حکومت روسیه الکی تصرف کرده است، وزیر حکومت روسیه قرار دارد. همین مناطق الکی مردمش به میدان برآمد و میخواهند روس‌ها از اون مناطق خارج شوند و اونجا سرزمین اوکراین باقی بماند. و این نشانداد چی است؟ و این نشانداد اون است که مردم از استقلال و از سرزمین خودشون دفاع میکنند و هیچ وقت نمیخواهند که زیر کدام کشور دیگر قرار بگیرند. این چند سبب دارد. یکی از سبب‌هاش انتخابات آزاد در اون کشور بود که حتی یک انسان، یک سینماگر، یک هنرمند توانست به سر قدرت برسد. یعنی انتخابات آزاد اجازت میدهد که هر یک انسان از هر طریق میتواند به سر حاکمیت برسد و وقتی مهلتش بچید برود و این به مردم نیرو میبخشد، امید میبخشد